سلام جناب نامداری، عرض ادب. حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنون. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم و بنده محسن نامداری هستم، لیسانسیه حسابداری از دانشگاه تهران. والا خانم دکتر علیجانی رو حالا اگه بگم بر حسب اتفاق، یکیش اون بود، یکیش هم من دنبال یه روانشناس به قول خودمون درست حسابی بودم، چون روانشناسایی هستن تو ایران که ما چند بار مراجعه کردیم که بستگان رو بردیم و نتیجه نگرفتیم، چون اینا بیشتر به جای روانشناسی میشستن درد دل میکردن، نمیرفت دنبال اصل قضیه که ببینه عیب، یعنی درد کجاست. و حالا خوشبختانه خدا کمکمون کرد، خانم دکتر علیجانی رو ما توی تصادف حالا یا توی برخورد پیدا کردیم و اون مریض مورد نظر رو فرستادیم خدمت ایشون. از روز اولین روزی که خدمت خانم دکتر رسیدم، خود خانم دکتر بعداً به من گفتن که من وقتی اون شکل و شمایل اون طرف رو دیدم خودم ناراحت شدم. موهای ژولیده، یه حالت به اصطلاح به هم ریخته و ناراحت و کسل و اگر نیازی هست دارو هم در کنارش باشه، اگر نیست با همون روان درمانی و در اصطلاح خود خانم دکتر تراپی ادامه دار، یعنی نه اینکه یه جلسه دو جلسه بری و بگی که تمام شد دیگه. تشخیص رو باید خود دکتر بده. بله. تا چه حد جلو رفتی، پیشرفت کردی، کجا کافیه و اگر قرار ادامه بدی بدون به قول امروزی ها نان استاپ برو جلو تا زمانی که دکترت بگه که حالا دیگه کافیه، زمانا رو فاصله بهشون بده، بگه حالا اگر مثلا هفته یک بار اومدی از این به بعد 2 هفته یه بار بیا و ادامه بده تا نتیجه بگیره. حالا ببینین من میخوام یه مثال بزنم. بله بفرمایید. ببینین ما زمانی که محصل بودیم تو کتابو میخوندیم جسم و جان، جسم و جان. حالا جانو میشه همون روانم تعبیر کرد. به قول قدمایی که در قدیم بودن زیاد داشتن از این چیزا در اشعار سعدی و حافظ میدیدین جسم و جان. حالا فرق هست بین جسم و جان. جسم اینه که من اگر خدا نکرده پام بشکنه هم خودم متوجه میشم هم دیگران که من پام شکسته به باعث برم دکتر. ولی روان انسان اگر مشکلی پیدا کنه نه من خودم متوجه میشم، حتی تو رانندگی خودم یه کارایی میکنم خودم متوجه نمیشم که بابا این مغز داره اشتباه به تو دستور میده و اون کار من نیست. حالا شما میفرمایید که شما میتونی جواب بچه تو بدید، به هیچ وجه، به خصوص در زمینه اعصاب و روان و چیزایی که مربوط به مغز میشه. اون کار کننده کاره و بایستی ناموربان هم باشه. به نظر من کار هر کسی هم نیست که بنده برم یه اصلا درسی بخونم به عنوان روانشناس، یه تابلو هم بزنم 2 تا ازم به حضور شما که تشویقی هم از این اون بگیرم و بعد بیام بگم که آقا من روانشناسم و اون مریض رو اصلا گمراهش میکنم، میبندمش به قرصای متعدد. این بچه در 24 ساعت 20 ساعتش خوابه در حالی که بایستی که رو روانش کار کرد. ببینی اصلا نیاز داره قرص داره این بچه، یا اینکه من دارم بهش میگم آقا من خانم دکتر مثلا میگم شبا خوابم نمیبره، توجه فرمودی؟ خوابت نمیبره، من این قرصا رو بهت میدم
بعد فرداش میگه که خانم دکتر من یه دونه قرص میخورم بازم خواب نمیبره، میگه 2 تاش کن. توجه کردی؟ بله. و اینی که شما فرمودین که حالا ما که به صورت چی میگم انسان‌های عامی هستیم، اونایی که تازه ادعای روانشناسی و روانکاوی و غیره دارن اونا هم توش موندن، مگر اینکه یه کسی واقعا همون مثالی که من زدم تعمیرکاری باشه که اولین استارت رو میزنی بگه خیلی خوب تموم شد، برو 6 تا شم بگیر بعد رو بیا، همون رو میبنده و اون ماشین دستا کار میکنه. قدیم اگه به طرف میگفتن آقا برو پیش یه روانشناس، میگفت خودت دیوونه ای. فکر میکردن که اگر بری پیش روانشناس یعنی تو آدم دیوونه ای هستی. توجه فرمودی؟ بله. در حالی که این بایستی بره عین همون پای شکسته از صفر شروع کنه تا به 100 برسه و خودش رو راحت کنه، نه تنها خودش رو راحت کنه بلکه یه خانواده رو راحت کنه. چون اصلا نمیفهمن که این بچه الان یا آدم بزرگ فرق نمیکنه چی میخواد، یعنی این مغزش از اون جاییست که باعثی که چراغ قوه رو انداخت و علت رو پیدا کرد. همینجوری بهش میگن نه این اگه یه توپ والیبال به جای توپ پینگ پونگ براش بگیری حالش خوب میشه. ببینید یه مثالی برای شما بزنم. یه دانش آموز میبینی که مثلا 6 کلاس اول بسیار دانش آموز خوبی بوده، وارد دبیرستان میشه افت تحصیلی پیدا میکنه. اینا نباید ما همونجوری سرسری بگیریم، حتما باید مراجعه کرد به یک روانشناس حاذق و گفت بهش که این بچه من تا کلاس 6 همین نمراتش مثلا بین 17 تا 20 بوده، از فرمودین وارد دبیرستان شده افت تحصیلی پیدا کرده، نمراتش شده 8 و 9 و 10 و بله. تفاوت یک روانشناس و اصطلاحاً به قول یکی از عزیزان روان نشناس تو چی هستش؟ ببینین اول تو تحصیلاتش توجه فرمودین، تحصیلاتی که طرف نه اینکه بخواد فقط بره یه مدرک بگیره و ازم بزرگ شما 4 تا نمره بگیره و فلان، علاقمند باید باشه. علاقمند به چی؟ به تحقیق. اون کسی که جایزه صلح نوبل میبره، نوبل فیزیکا شیمی رو، خیلی ها شیمی دانن، ولی اون کسی که جایزه رو میبره بسیار بسیار علاقمنده که بره و تا اون انتهای کار ببینه که آقا اصلا شیمی یعنی چی. 100% من مثال زدم برای شما که روز اولی که خانم دکتر اون مریض ما رو دیده بود اصلا خودشون گفتن که چون تصویری صحبت میکردن گفتن موهای جولیده و حالت کسالت آور و فلان اینا، ولی چند جلسه که ادامه پیدا کرد ما دیدیم اصلا طرز صحبت این بچه عوض شد. بله. یعنی اون موقع همش با خشم و عصبانیت و چی صحبت میکرد، ولی یواشاش مهربون شد با اعضای خانواده، با هیولاش روبروش کردن خانم دکتر. به هر حال دیگه یه شگردایی هستی روانشناسی بایستی که عین یک بندباز به قول معروف باید بازی کرد با این روان، با اون طرف با روان اون طرف تا به نتیجه برسیم. من کسی نیستم بخوام راهنمایی به کسی بدم، نفرمایید انقدر خوب صحبت تجربه خودمه. اگر میبینن بچه‌شون و فامیلشون، حالا آدم بزرگ کوچیک، به خصوص بچه‌ها، به خصوص محصلا، به خصوص کنکوریا، هدفشون و اون هدفی که دارن دنبالش میره اینه که گوش به حرف خاله و خانم باجی و نمیدونم فلان و کلثوم ننه و همین چیزهایی که هستن ندن. میگن که آقا
ترنجبین درست بجوشون براش بهش بده بخوره، این کنکور قبول میشه. چون که مثلا فرض خانم گفته که ما دادیم به بچه‌مون، اصلا نمیدونی تمام شیمی رو، تمام سوالات شیمی رو که زده هیچی، ریاضیات هم اصلا چیز شده، طوری شده که استادشون گفته براش اسفند دود کنید که چیزش نکنن، چشمش نکنن. بایستی حتما و حتما و حتما گوش به حرف هیچ کس ندن آدمای ناوارد. خانم دکتر علیجانی خیلی راحت برخورد میکنه با مریض، یعنی سعی میکنه که با خنده، با حالا نه خنده اونچنانی ولی با روی باز، من اشتباه گفتم خنده، با روی باز کاری بکنه که مریض اعتماد مریض رو جلب کنه و مریض اون که در دل داره رو کنه برای دکتر. بله. و دکتر از تک تک اینا میتونه استفاده خودشو ببره. بله. ولی خب اگه بخواد حالا یه مثلا کسی باشه که خیلی جدی صحبت کنه، ببین مسئله روانشناسی با مسئله چیز فرق میکنه، جسم و گرفتاری بدن از نظر جسمی. بله. شما وقتی خدا نکرده پات شکسته، حالا دکتر اگه بعد اون هم باشه به قول خودمون مسئله نیست زیاد، ولی اینجا خیلی مهمه. بله. وقتی که طرف احساس میکنه که طرف مقابلش باشه مثل دوست رفتار میکنه و محرمشه، شاید حرفایی که به خانم دکتر بزنن مریضا هیچ وقت به پدر مادرشون و حتی نزدیکترین دوستاشون نمیگن.